تا رحمان علی میاد که زاهد میگیره قطعیو نه ها انا که جوانا که عقب نشینی کردن بعد پیرا از هر کجی ننگ ناموسشان زیاد شده ببروینا که ها عزم‌الدین پهلوان از ناحیه فیض‌آباد دیدی خیلی بالچکای زیاد داشته است زاهد پهلوان جمهوری ازبکستان این چهره از فیض‌آباد تاجیکستان تحفه‌شان معلوم یک خلدلnik یک قالین باز زم میکنیم به هر دو وقت سعادت آمین الله اکبر تشکر زاهد جان سلام کنید صمیمیت به جا بیارید خب بچه ها گپی خیلی حرکتی ها رو گردی طرف و طرف ببین نگاه که نظر که رو چی کلانیو بچه این مسئولیت های در پیش خدا و بندش این هزارها چشم نگاه دارد شما وظیفه دارید حق به حق رسانید راهان شهرگاه خوب کلیفس است تمام مهمانان ازبکستان را به شهر راهان و تاجیکستان عزیز و کاخ نوری تاجیکستان صاحب استقلال خیر مقدم بگوییم یک قرصک این پرمه به افتخار مهمانان عالی قدر هم دوستی ما بار دیگر خوش آمدید درد جو استاد تولی گفت درد جو دوباره همون چی رو میگم تصویر درد جو مشکلی میگم مهنم کردن سابقه دار شخص خیلی ارزنده میدان های گشتین تاجیکی از فیض‌آباد زاهد هیچ که ایتانی با یک پهلو نزد خیلی خوب نوابسته از ادامه سبقت یک لحظات خیلی جالب را برادر فیض‌آبادی منظور کردن دستشان درد را نبیند به هر دو برای موفقیت آنهایی که جوان مرده کنین و وطنداریتون خوب احساس کنن دستگیری کنید باز یک روحیه پهلوان 35 ساله فیض‌آباد استوارتر می شود از نام رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر روغان همه مهمانان گرامی قدر را بار دیگر به این مکان پرفیض و با برکت و مرکز نوری تاجیکستان محبوب و دیار سرسبز و همیشه بهار خیر و مقدم میگوییم امروز هم برای رشد بیمیلان گشتین ملی برای احیای ارزش‌های بزرگ عنعنه‌های سنتی پهلوانان نامور را قدرشناسی کردند و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه بسیار هم در ترتیبی بسیار هم در ترتیبی زاهد جان در دوره اول ظفر یافت تشکر